امروز در خدمتتون هستیم که بحث نوآوری اجتماعی و تاب‌آوری شهری رو مطرح کنیم. بخشایی از عباس آباد رفت به سمت اینکه مثلا به سمت ذخیره آب بره. این سه روز جذاب و موثری میتونه باشه. فارغ از اینکه کدومی که از شما عزیزان ان شاءالله روز سوم روی این سن تقدیر میشید به عنوان تیم برتر، مطمئنم اگر دل به این 3 روز بدید ان شاءالله از روز جمعه تفاوتی در نگاه شما ایجاد شده باشه. اول یه توضیح که بحران چیه. هر موقع که اتفاقی افتاد که از این ظرفیت‌های ما بالاتر بود و مجبور شدیم از دیگران کمک بگیریم، این بحران رخ داده. حالا چه ابعاد فردیش چه ابعاد کشوریش. قراره که از آزمون و خطا اینجا نترسیم، هی تغییر ایجاد کنیم تا به اون بهترینه برسیم. پس ایده یه راه حلیه که اومده یه مسئله یا حل کرده. این ماده لازمه توی این رویداد شما باید بیارید. این خودش یک چالش خیلی مهمه که شما بتونید توی 1 دقیقه جمع رو طوری قانع بکنید که به ادامه حرفتون گوش بدن.